سلام دوستان، آرش هستم. امیدوارم که خوب باشه. خوش اومده یه ویدیو جدید از چنل من. امروز داریم با فول گردنه M13 متی که یکی از گردنه واقعا با ارزشیه. من چند تاشو زده بودم، بریم دوباره بزنیم. دوستان اگه دنبال اتچمنت خوبم هستید، تو آخر ویدیو یه اتچمنت خوب برای این گان گذاشتم. ویدیو تا آخر ببین، لایک و کامنت یادت نره، سابسکرایب کن، یه انرژی رو میده. دمت گرم. بریم ویدیو رو ببین. اینجا دنس رو داد به من، بریم از 200 چی میده چه پروفایلش رو. خیلی چیز قشنگی هستم. باش گردنه خیلی خوبی، گردنه با ارزشی هستش. تقریبا من 6 کا سی پی زدم برای این گردنه. یکی از گردنه خیلی خوبیه که این سیزن هم خیلی قوی شده. بریم بعدی. حالا الان جالبی اینجاست، این من خود گوست رو توی گردنه بی پی 5 که قبلا توی اکانتم زده بودم، توی 2 تا مونده با آخری گرفتم. اینجا اسکینشو 2 تا مونده با آخری داد، ولی شانس نداریم که همیشه این گانو باید آخر بده. اینجا هم اسکیلیسشو داد. درخواست اسکیلیسش هم قشنگه، گان خوبیه. بریم برای آخری هم بزنیم. بده دیگه. آهان داد. گردنه M13 گان پینتورینه کنم، چون از لجندشون خیلی بهتر میزنه. این آپگریدش 232 سیپی مونده. فکر نکنم آپگریدش رو بتونیم بزنیم. روشن کنم اگه بده لول 1 میتونم کنم. درخواست ندی چه یه 80 تایی بده دیگه. یه 80 تایی بده. یه 80 تایی. یه 8 ای بابا. یه 10 تایی داد. آپگریدش هم کنیم لول 1 میشه دیگه. اینو 10 تایی داد. لول 1 میشه کرده. این لول 1. اینم از اتچمنت. مرسی.